سلام. همونطور که گفته بودم که نمیدونم ویدیوش منتشر شد یا نه. اگه ویدیوش منتشر شده باشه برای شخصا یه زنجیر توش دادم که گفتم توش یه دستگاه جوش خریدم. اینو من بازش کرده بودم ولی حالا گفتم بیایم آنباکسش کنیم با هم دیگه ببینیم چجوری. اول که دستگاه جوش راوی گرفتم 1600. حالا حمایت کنید به درآمد برسیم توی یوتیوب. پروژه تابستون میخوام یه ماشین هم باگی هم ماشین کارتینگ هم دریفت تراکه، مثلا یه چیزی فراتر از اون چیزی که فکرش میکنید یه همه کار است. خیلی چیزی به درد بخورید. تازه میخوام تریلر و اینا براش درست کنم، کمپرش کنم، همه اینا هست. همه اینا بستگی به حمایتتون داره. پس لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله بالا رو فعال کنید. خب اول که این آقا این که ازش خریدیم این اینا که رایگان داره که به درد نمیخوره اصلا. میذاریم اینجا. اینا که از قبل بوده. یه کابل داره، کابلش نیم متره، نه 1 متره، 78 سانتی. یه کابل داره که قوی بودنش خیلی قویه. من یزد بودم هفته پیش با این جوشکاری کردم، خیلی خوب جواب داد و سر همینم یه هفته سرما خورده بودم، افتاده بودم. اینم کابل منفیش، اون کابل مثبتش بود. این همش چیز جنس خوبیه و خود دستگاه خیلی کوچولو و خیلی خوشم اومد ازش. هم سبک هم کوچولو ولی 350 آمپر. الان بهتون نشون بدم همونطور که رو جواب سره. اول میذاریم کنار، دومینو بیارم بکن پایین‌تر. خودش اندازش هم اینقدر. این 350 آمپر دومه. بعد سیمش هم 1 متره. این سیم پشتش، سیم برقش، یه کلید داره دوباره پشتش، یه دونه بند داره و خیلی هم سبک. خود 2 کیلو وزنش نسبت به دستگاه جوشای دیگه خیلی سبکه. نه اینکه بخوام بگم کلا خیلی سبکه، ولی نسبت به دستگاه جوشای دیگه خیلی سبک‌تره. دیگه همین بود دیگه. برای کیفیت افزایش، ببخشید یکم کیفیت فیلم برداری و صدا بده، میدونم خیلی بده، خیلی اذیت میشیم ولی نمیتونم کارش کنم فعلا دارم یکم پولی هم میکنم مثلا میکروفون بگیرم و دوربین بگیرم. حمایت کنیم که بتونیم به درآمد برسیم و با درآمد یوتیوب افزایش کیفیت رو بدیم، کیفیت فیلم برداری اینا. یه دوربین هم سفارش دادم، فردا میرسه، اونم ویدیوشو فردا میگیرم دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. بعد یه چیزی هم میخواستم بگم یادم. میخواستم بگم بهتون که حمایت کنید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بالا رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم بدونید. بعد ببخشید بابت کیفیت ویدیو حمایت کنید که بتونیم اون ماشینا رو تابستون بسازیم، چون اگه حمایت نکنید من نمیتونم موتوری بخرم یا آهن بخرم برای درست کردنش. حتی این دستگاهش هم ممکنه جواب نده، مجبور شم دستگاهش جدید بخرم. پس لایک فراموش نشه.